مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شب 21 می در عملیات ویژه خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا خود FSB در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان می باشند. خدمات امنیتی روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی به تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی می گرفتند. در نواری که کمیته ملی ضد ترور روسیه نمایش داد دیده می شود که گویا در منزل زیست مهاجران سلاح وجود دارد. مهاجران تاجیک می گویند این دو برادر را می شناختند و آنها ساکنان ناحیه یابانی ولایت ختلان هستند. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کلچوگینوی ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بیناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. به ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات ها خبر میدهند که حامیان حقوق انسان به درستی آنها شبهه دارند.